جلسه چهارم از جواب ملحدین. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. دوستان عزیز محترم، رسیدیم به قسمت چهارم از جوابیه شبهات ملحدین. در این قسمت هم چون که از مقدمات بحث جوابیه شبهات ملحدین هست، سوالی با این عنوان بنده مطرح کردم تا برای شما هم آگاهی در این مورد و به نسبت این موضوع چنان حاصل بشه که انشالله بتونین دوستان و اطرافیان خودتون را به نسبت این موضوعات به خوبی راهنمایی بکنین. سوال اینه که آیا قبل از ظهور دین اسلام چنین اشخاص ملحد منکر خدا و دین و خدا و رسول خدا و زندگی بعد از مرگ وجود داشته اند یا نه؟ یا این که نه بعد از ظهور اسلام چنین اشخاصی در میان انسان ها پیدا شدند؟ بله، به نسبت این موضوع چیزی که بنده بعد از تفکر در قرآن پیدا کردم این مطلب بود که دو گروه از انسان ها در قرآن کلا منکر الله متعال شده بودند و منکر قیامت شده بودند. همینطور مثلا شما ابو جهل که ابو جهل هست، این منکر الله نبوده تبارک و تعالی، به الله ایمان داشته از این جهت که او الله متعال را خالق کائنات میدانسته. شما آیه 61 و 63 سوره عنکبوت را بریم بخوانید. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لیقولن الله. ولئن سألتهم، ای رسول خدا سوگند، اگر شما از این مشرکان مکه بپرسی، از ابو جهل بپرسی، از عتبه بپرسی، من خلق السماوات والارض، کدوم ذاتیه که آسمان ها و زمین را به وجود آورده خلق کرده؟ اون کدوم ذاتیه؟ و سخر الشمس والقمر، کدوم اون ذاتیه که ماهتاب را آفتاب را اینطور مسخر برای انسان ها قرار داده؟ اون کدوم ذاتیه؟ ابو جهل و ابو جهل مانندیان در زمان نبی خدا علیه السلام در موسم حج مکه، در اون اوایل بعثت نبی خدا علیه السلام با کمال جرأت میگفتن لیقولن الله، میگفتن اینا را الله خلق کرد. حتی در جلوتر از این آیه امثال ابو جهل و عتبه و شیبه و اینها چنان به الله متعال از این نظر ایمان داشتن که در دریا فقط الله را صدا می زدن. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدین. در دریا اعتقادشون بر این بوده که فقط الله به داد ما میرسه. اما اشخاصی بودن که به نسبت این موضوع انکار خدا و روز قیامت و این مسائل دو گروه شده بودن قبل از ظهور دین اسلام. اشخاصی بودن مانند فرعونیان و نمرودیان، اونا خالق یعنی منکر خدا و روز قیامت این مسائل شده بودن، اما این خالقیت را بنابر کم عقلی خودشون به مخلوقی مانند خود نمرود و فرعون داده بودن. و گروهی هم بودن، این اشخاص کم بودن، که کلا منکر هر نوع خالقی بودن. منتها یک فرق اساسی که ملحدین قرن 21 با فرعون و نمرودیان دارن در اینجاست که اون فرعونیان و نمرودیان بنابر عدم تعقل صحیح این مقام خدایی و مقام خالقیت آسمان ها و زمین را به مخلوقی به مانند خودشون داده بودن. اما متاسفانه این حضراتی که امروز در ما بین ما مسلمان ها و غیر مسلمان ها به نام ملحد شناخته میشن، اینطور از تعقل خودشون کار نگرفتن که به درجه فرعونیان و نمرودیان برسن، کلن خالق هستی را به نام الله متعال کلن انکار کردن. یعنی اینکه فرعونیان و نمرودیان با اون عدم تعقل خودشون، با اون کم عقلی خودشون، با عدم تفکر خودشون، با تمام این رکود عقلی که به نسبت اونها بوده، عقل اونها، فکر اونها، ذهن اونها، وجود اونها این را قبول نمی کرد که این هفته بقى آسمان زمین، این رفتن شب و روز و باریدن باران و آمدن فضلها، این همه کهکشان ها و این همه مخلوقاتی که بی حد و حصر هست، اینا بدون خالقی باشن. عقل اونها همچین مسئله را اصلا قبول نمی کرد. منتها اشتباها آمده بودن این مطلب را و این قدرت لایزالی را و این قدرت مافوق را به مخلوقی به مانند خود چون نمرود فرعون داده بودن. اشتباه بزرگشون در این بوده. اما متاسفانه این ملحدینی که امروز به نام ملحد در ما بین ما پیدا شدن که
از این گروه هم در زمانهای گذشته قبل از اسلام بوده که انشالله در این مورد در جلسه بعد به نسبت آیه قرآن بحث خواهم کرد. اینا یعنی از فرعون و نمرودیان هم متاسفانه در این مورد از عقل خودشون متاسفانه کار نگرفتن، کلن منکر هر نوع خالقی شدن. شما کمی تعقل بکنین برادر گرامی، هیچ کسی قبول نمیکنه در انسانی که نیمه عقل باشه، نمیگم عقلش کامل باشه، که این خودکار خود به خود درست شده باشه. نه خودکار، نه مدادی، نه دری، نه پنجره‌ای. هر چیزی که انسان میبینه، هر انسان نیمه عاقلی این را قبول نمیکنه که هر چیزی خود به خود درست شده باشه. هیچ چیزی خود به خود چیزی نشد. هیچ آهن خنجر تیزی نشد. شما به یکی بیاری چاقو بیاری بدی که بله اینو کی درست کرده؟ عجب جوری هم درست کرده، بسیار زیبا، عجب درخشانه، عجب تیزه. شما بگین خود به خود درست شده. کدوم عاقلی این را قبول میکنه؟ حالا به نسبت این موضوع برادران گرامی، الله متعال در آیات پاک خودش انسان را متوجه این موضوع کردن، به نسبت این موضوع که به قدرت اون خدای متعال فکر بکنین و عقل خودتون را به کار بگیرین و اون ذاتی که شما را آفریده به اون ایمان بیاورین. چنانکه الله متعال فرمودن اولم یروا، آیا کافرها نمیبینن؟ اونایی که منکر خدا و رسول خدا و دین خدا هستن، آیا اینها نمیبینن؟ ان الله الذي خلق السماوات والارض، بشکن اللهی که آسمان ها و زمین را آفریده، ولم یعی بخلقهن، در خلقت آسمان ها و زمین خسته هم نشده، درمانده هم نشده، بقادر علی ان یحیی الموتى، آیا اون الله قادر بر این نیست که مردگان را زنده بکنه؟ انسان عاقل شما فکر بکن بر همین. و خدایی که آسمان ها و زمین را آفریده، اون که قدرتش از هر من الشمس هست، آیا اون قادر بر این نیست که ما را بعد از مردن زنده بکنه؟ چطور عقل شما انسان قبول میکنه که یک مداد بدون خالق، بدون کسی که اینا درست کرده نمیتونه خود به خود درست بشه؟ اما این چه نوع عقل مندی هست و چه نوع تفکر عقلانی میتونه باشه که طبق زمین و آسمان همینطور خود به خود درست شده باشه؟ الله متعال به نسبت این موضوع در خیلی از آیات قرآن انسان را به تفکر فراخواندن. بله، ذات خدا ذاتی است که از عقل انسان بالاتر و فراتر هست. گویا که اقیانوس را شما میخواین در کوزه جا بدین، آیا همچین چیزی ممکنه؟ گویا که شما 8 گیگ مطالب را در 4 گیگ میخواین جا بدین، آیا چنین چیزی ممکنه؟ چیزی که غیر ممکن است درک ذات الله متعال برای انسان است. لذا دوستان گرامی، خلاصه مبحث این جلسه ما این شد که بله، اشخاصی بودن در گذشته هم منکر خدا و دین و خدا و روز قیامت و بازپسی شده بودن، اما گروه اول همین اشخاصی بودن که ندانسته این قدرت را به مخلوقی مانند خود فرعون و نمرود داده بودن. و در جلسه دیگر انشالله به نسبت همین ملحدین واقعی که در این زمانه در ما بین ما و در اطراف اکناف جهان اسلام پیدا شدن که اونا منکر هر نوع خالقی بودن، انشالله به نسبت اون از آیات قرآن انشالله با هم دیگر مذاکره خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.